عرض سلام خدمت تمام دانشجویان عزیز. قسمت دیگه از OKR رو در خدمت هستیم با نام کاربرد OKR در سازمان. در این قسمت میخوایم راجع به کاربردی که OKR میتونه در سازمان ها داشته باشه صحبت کنیم. اولین کاربردی که میتونه OKR در سازمان ها داشته باشه شفافیت در سازمان. همه افراد سازمان ها، تیم ها و لیدرها از اینکه میبایست روی چه موضوعاتی یا موضوعی متمرکز باشند مطلع هستند و از طرفی چون پنجره OKR یک پنجره 3 ماهه هست، موضوع خیلی شفاف و واضح بیان میشه. این موضوع یعنی چی؟ یعنی که وقتی که ما به عنوان یک تیمی درون یک سازمانی قرار میگیریم، از ابتدا مشخص هستش که باید چه کار بکنیم و هدف سازمان در پایان سال یا پایان هدفش و چشم اندازش چه چیزی خواهد. بنابراین خیلی ساده و روان میتونیم کارهایی رو که قرار انجام بدیم و پیش بینی کنیم و براش برنامه ریزی کنیم. مثلا یک شرکتی میتونه هدفی مثل افزایش رضایتمندی مشتریان حدود 20% بخواد افزایش بده. خب این هدف اصلیشه. پس تمام تیم ها میدونن باید چی کار بکنن. میدونن که باید 20% افزایش بدن میزان رضایتمندی مشتریانشون و تیم ها نسبت به این موضوع واقف و آگاه هستن. مثلا تیم های مثل کال سنتر، مارکتینگ، کمپین ها این اهدافی که دارن سعی میکنن متدی براش تهیه کنن که بتونن که به اون هدف برسن. از این موضوع که بگذریم، این که وقتی که ما شفافیت در سازمان داشته باشیم توسط OKR، هدفی که پیش رو به سازمان ها هست و تیم ها و لیدر ها هستش ترسناک و مبهم نیست. از اونجایی هم که قبلا بهتون گفتیم که عرضم به حضورتون که پنجره های 3 ماهه داره OKR، پس مشخص هستش که ما یک شفافیت بسیار با وضوح کامل با توجه با اجرای متد OKR در سازمان ها روبرو هستیم. و OKR در سازمان ها مثل یک تابلوهای سبز رنگی هستش که در کنار جاده ها وجود داره و ما رو هینت میده، راهنماییمون میکنه به سمت هدفه. پس شفافیت در سازمان اولین کاربرد OKR میتونه باشه. دومین کاربردش اینه که نکته دوم در OKR میتونه یک تمرکز بر روی اهداف کلیدی سازمانه. یعنی تمام تیم ها ممکنه که هدف های خاصی برای خودشون داشته باشن، ولی با توجه به اون چیزی که OKR مشخص میکنه رو باید در نظر بگیرن. گفتیم که OKR مانند یک نقشه راه میمونه، یعنی تیم های مختلف رو میتونه راهنمایی کنه، هینت کنه به سمت جلو و به سمت هدف اصلی سازمان. خب حالا اینجاست که میگه که OKR به ما میگه که آیا به ما این سوال جواب میده که روی چه موضوعی باید متمرکز باشیم یا تمرکز داشته باشیم و جلوی اینو میگیره که تمامی تیم ها خب به سمت اون چیزی که میخوان برن. مثلا فرض میکنیم تیم فروش ممکنه اهداف خاص خودشو داشته باشه. خب مثلا برای افزایش درآمد، افزایش لید جنریشن یا تعداد جلساتی که ممکنه در طول یک سال بذاره یا در طول یک فصل برای تیمش بذاره. خب ولی OKR از این جلوگیری میکنه. خب و میگه خب ما باید افزایش رضایتمندی مشتریان در این فصل داشته باشیم و تمامی تیم ها رو به این جهت سوق میده و حرکت میده. خب و تنها چیزی که مد نظرش هست افزایش رضایت مشتریه. خب پس یک شفافیت در سازمان شد. دومی چیزی که شد گفتش که ما تمرکز میکنیم بر روی اهداف کلیدی سازمان. پس این دوتا کاربرد OKR میتونه باشه. کاربرد سومش همسویی و هماهنگی رو با خودش میاره. OKR در سازمان ها همسویی و هماهنگی رو میگه، یعنی روی یک موضوع مشخصی فیکس میکنه. خب و میگه که وقتی که یک تیمی افزایش رضایتمندی مشتریان رو در نظر داره، تیم های دیگه هم باید دغدغه‌شون همین باشه که این افزایش رضایتمندی مشتریان رو برای خودشون و برای هدف سازمان در نظر بگیرن. و
باعث میشه که مثلا تیم مارکتینگ، تیم فروش از یک سمت به این موضوع حمله بکنه، یه حالت تهاجمی داشته باشه، یعنی که بتونه که افزایش رضایتمندی مشتری در نظر داشته باشه. تیم پشتیبانی کال سنتر از طرف دیگری اپروچ میکنن، نزدیک میشن به این موضوع. پس همسویی و هماهنگی رو در سازمان ها با خودش میاره. پس 3 مطلبی که در این قسمت یاد گرفتیم و ادامهش رو در قسمت بعدی بهتون میگم اینه که 1 شفافیت در سازمان میاره اجرای متد OKR. 2 اینکه تمرکز میکنه بر روی اهداف کلیدی سازمان. و 3 همسویی و هماهنگی میاره و دغدغه تیم های دیگر رو از بین میبره، خب به خاطر اینکه یک هدف کلان رو در نظر بگیره و همه به سوی هدف سازمان حرکت میکنه. این بخش از کاربرد دوره OKR بود. بخش اولش رو در نظر گرفتیم. بخش دومش هم براتون انشالله ضبط میکنم و اختیارتون قرار میدم. ممنون از اینکه توجه فرمودید. تا درودی دیگر بدرود.